امروز داشته باشیم روی طلا 28/5/24 ساعت 13:41. همونطور که با هم میبینیم خب یه روند نزولی رو داشته طلا و یه ریزش خوبی کرد از این قسمت، ولی میبینیم که CHC به سمت بالا رو داریم و سقف و کف‌ها مرتب داره به سمت بالا میزنه. مووینگ 200 هم بالایی که میتونه قیمت خودش رو به سمت اون برسونه. یه خط روند هم میتونیم این قسمت داشته باشیم برای تایم 1 ساعت. خدمت شما عرض کنم تو 5 دقیقه با هم بررسی کنیم که CHCH طبق روال همیشمون رو نگاه کنیم. CHCH داده و قیمت یه مقدار اومده به سمت پایین و RSI هم با هم نگاه کنیم. خط سیگنالش شیکونه در حال پول بک هستش تو 5 دقیقه. بریم توی تایم 1 دقیقه. بلافاصله بعد از اینکه این CHC توی تایم 1 دقیقه رو ما دیدیم، ورودمون رو انجام دادیم که یه مقدار بالاتر باز شده. یعنی کلا تا تایم فریم اسنایپر زدیم دیگه، ببینیم چی جوری میشه. آره، مووینگ 200 هم توی 1 دقیقه که زیر قیمته. توی متا تریدر هم من نشون بدم، 2 تا ورودم رو انجام دادم، ببینیم چه اتفاقی میفته. نتیجه خدمتتون میگم بین 1 تا 5% حداقل و حد اکثرشه، ولی دیگه 1 حداقل کمترین، 5 خب بیشترینه، ولی بین 2 تا 4% خود سرمایه‌ای که داریم خوبه. حتما باید مقدار سرمایه در نظر بگیری و بین 2 تا 4% اینجوراشو مثلا تو هر معامله بذاریم. و من مثلا توی مدیریت سرمایه بازم گذاشتم، نوشتم که اگر 5% یک روز استاپ بخورم، 5% سرمایه، یا 2 تا استاپ بخورم، هر کدوم اینا زودتر بشه، یعنی شاید 2 تا استاپ باشه ولی 3% سرمایه بشه، یا 5% رو همون اولی بشه، دیگه حق معامله نداریم اون روز. خب یعنی یا 5% یا 2 تا استاپ. تارگت هم همینجور، تارگت هم 5% اگر سود بگیری یا 2 تا معامله سود بگیری، بازم دیگه حق نداریم اون روز دیگه چیز کنیم. خودم برای خودم نوشتم. بعد به نظرم این الان که با این حالا داریم حساب میریم جلو، اوکی، همین 300 تایی 400 تایی که یا 500 تایی من که میگی، ولی حتما توجه به سرمایه 2 تا 4% خوبه. خب حالا دلیل این که چرا 2 تا تارگت بگیری دیگه برای سومین ترید نمیری چیه؟ اینم توضیح بده. به خاطر اینکه خب اولا اینکه وقتی تو یه سود خوبی میکنی باعث شعف تو میشه و چون باعث شعف تو میشه احتمال خطات حتی میره بالاتر. این دقیقا موقعی که تو استاپت میخوره، دقت و قشنگ میاره پایین. به خاطر همین وقتی سود آره چون تو خواب اون 2 تا سود و یه ذره منیت اون قرار میگیری، بعد فکر میکنی که برم دیگه، من که 2 تا امروز سود گرفتم، سوم 100% میگیرم، من خفنم، من فلانم، من بیسارم. به خاطر همین اون کافیه دیگه، میذاریم تا بمونه برای فردا. استاپ هم که ترکیبش روشن دیگه. کلن مگر آدم یه کار دقیق رو چند بار میتونه انجام بده؟ یه جراح چند تا جراحی در هم میتونه درصد خطات میره بالا، کلا درصد خطات میره بالا. من موقع پوزیشن گرفتن این پیپ و اینا رو که چجوری لات باز میکنی اینم یه توضیح بده. چند لات باز میکنی؟ خب برای حساب کتاب در واقع مقدار لاتی که برای هر استی ما میخوایم بزنیم، خب هر استی تفاوت خودشو داره دیگه. اول اینکه روی جفت ارزا مثلا ما میخوایم حساب کتاب بکنیم، خود من خب هر جفت ارزی پیپ ولیویی داره که باید اون پیپ ولیویش رو تو سایت خودمون هم هستش، بچه‌ها میتونن ببینن. مقدار استاپمون هم که مشخصه، مقدار استاپ تقسیم بر در واقع اون مبلغ استاپی که شما در نظر گرفتید با توجه به حسابتون میتونید، حالا یکی 10 یورو استاپ میذاره، یکی 100 یورو، یکی 1000 یورو. مقدار استاپ تقسیم بر مبلغی که برای استاپ گذاشتی و بعد تقسیم بر پیپ ولیو میکنی، یه درصدی در میاد، حالا 1/100 1/10 یا 1 لات هرچی. اینو باید توی اون قسمتی که حالا برای متا تریدر هممون داریم
اونو ورود کنید و مقدار رو انجام بدید. برای طلا یا نفت یا حالا در واقع مثل نزدک و اینا، اونا هم همینطور باید پیر ولیوشون رو داشته باشید و همین فرمولی که گفتم رو اجرا کنید. و یه بار دیگه سعید جان برگردیم به داستان. این مقدار در واقع سرمایه‌ای که میخوای اینوست کنی توی هر تریدت همونیه که اول صحبت گفتی 1% تا حداکثر 5% کپیتال رو میارمه. اینو چون یکم گیج نشیم، مثلا یه نفر میتونه استاپ 300 یورویی بیاره، بعد اینجا یه ترید میخواد بزنه 40 پیپ استاپ داره، نگاه میکنه دیگه 40 پیپ استاپشه. الان روی که ماشین حساب میتونی بزنی 300 تقسیم بر 40 تقسیم بر پیپ ولیو. پیپ ولیوش هم که اشاره شد توی وبسایت میتونید پیدا بکنید، قسمت پایین صفحه اول پیپ ولیو ها هست. مثلا تقسیم بر 10 باشه مثلا میشه 7.5 دهم در واقع. این کسی که 300 تا میخواد بره با 40 پیپ 7 دهم میتونه یا 8 دهم میتونه لات برداره با 300 تا بود. آره کسی که مثلا 100 یورو داشته باشه 100 تقسیم بر 40 تقسیم بر 10. فرمولش اینه. ما طلا هم روی سود هستیم اینجا، در واقع تارگت یک منه، منتظرم به اینجا برسه و معاملمون رو ما ببندیم و آرسایش رو نگاه کنیم. 5 دقیقه رفته توی اوور هنوز نه، یه مقدار آره ولی برگشت. یک دقیقه فکر کنم که بتونیم از شکست خط روند چیزی برای سیو سود استفاده کنیم. ها یه خط روند اگر بکشیم زیر لگ آخر هنوز نشکسته، مجبور بودم کامل ببندم، به سیو سود نمیتونم. لاتی که من میارم دیگه سیو سودش اینه که کاملا باید ببندم. 200 که خورده روی در واقع تارگت یکمون که قیمت خوب خودش رو کشیده بالا، 330 تا دیگه هم اینجا من میبندم و یه اولوش 100 تام گرفتیم، اولوش 420 تا گرفتیم. رفقا مارکت ریزالت هم با هم میبینیم که ما نزدیک تیپی دومون هم در واقع هستیم، یعنی ما 40 تا رو گرفتیم خروج کردیم 40 پیپ و الان همین الانش در واقع به ما نزدیک 60 پیپو داده. ولی خب استراتژی ما به این گونه است که ما بیشتر معامله‌مون رو توی تیپی یکمون در واقع میبندیم، خروج میکنیم یا حداقل 80% رو. ولی خب میشد شاید اینجا هم حالا منتظر میمونیم مثلا مووینگ 200 رو میشکست، استاپمون رو تریل میکردیم زیر مووینگ. ولی به هر حال ما تشخیص دادیم که اینجا خروج کنیم، چون طلا هم هست، کسایی که روی طلا در واقع شناخت در رفتار حرکات رفتاری این طلا دارن میدونن که همینطوری که میره بالا خیلی سریع میتونه در واقع اون سودی که بهتون داده رو ازتون پس بگیره. به خاطر همین ما خروجمون رو 40 پیپ برای امروزمون کافی بود و خوب بود، ولی خب تا تیپی نزدیک دومون هم بهمون داده. و منم اضافه کنم که اصلا ستاپ شماره 1 رو ما داریم اجرا میکنیم. ستاپ شماره 1 به 1 گرفتن و خروج از معامله است یا سیو سود کردنه، بر اساس حالا اون میزانی که هر کسی ورود کرده. مثالش خود من باید روی 1 به 1 پوزیشنم رو میبستم، سیو سود من اینجوری بوده که باید کل معامله‌مو رو میبستم، ولی یک کسی دیگه میتونه یه جور دیگه معامله کنه و استاپ ترید انجام بده. به هر حال ستاپ شماره 1 بستن روی 1 به 1 که ما البته بیشتر از 1 به 1 هم شد. چقدر شد سعید؟ بیشتر شد، 1.5 شد. آره عالی. روز بخیر تا فردا و معامله بعدی.